آغاز موج جدید عملیات وعده صادق 3، اصابت موفق موشک‌های
سرخط خبرها: آغاز موج پنجم حملات ایران، صدای انفجارهای مهیب در شهرهای طبریا، جولان و الجلیل شنیده شد. ضربه به قلب هسته‌ای اسرائیل، دیمونا با موشک‌های بالستیک ایران هدف قرار گرفت. صدای انفجار در تهران، منابعی از انفجارهایی در فرودگاه مهرآباد یا حوالی آن خبر دادند. و هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی سردار وحیدی، پایگاه‌های نواتیم، اودا و تلنوف هدف قرار گرفتند. با سلام و وقت بخیر بینندگان محترم، خوش آمدید. مشروع اخبار: رسانه‌ها از آغاز موج پنجم حملات موشکی ایران خبر دادند و اعلام کردند که پنجمین سری از موشک‌های ایرانی تمام نقاط اسرائیل را هدف قرار داده است. رسانه‌های اسرائیلی از اصابت موشک‌های ایرانی به اهدافی در طبریا، جولان و الجلیل پایین خبر دادند. آژیرهای خطر در این مناطق فعال شده و صدای انفجارهای شدید در این مناطق شنیده می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌های ایران از جمله روزنامه شرق از شنیده شدن صداهای مهیب در غرب تهران خبر داده و برخی رسانه‌ها با انتشار ویدیوهایی گزارش دادند که انفجارها در فرودگاه مهرآباد یا اطراف آن بوده است. همچنین خبرگزاری تصنیم از شنیده شدن صدای چند انفجار در مناطق مختلف تهران خبر داده است. ساعتی پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ساکنان گزارش داده بود که پدافند هوایی در محله پاستور تهران، محله‌ای که رهبر انقلاب و همچنین نهاد ریاست جمهوری در آن واقع است، به طور مداوم در حال شلیک است. شبکه کان از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق شمالی اسرائیل و پراکنده شدن ترکش‌های انفجار در برخی شهرک‌های این منطقه خبر داد. این رسانه‌ها اعلام کردند در حالی که چهارمین سری از موشک‌های شلیک شده از ایران مناطقی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، پنجمین سری از موشک‌های ایرانی تمام نقاط اسرائیل را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مورد هجوم موج جدید حملات موشکی ایران قرار گرفته و در 108 منطقه وضعیت قرمز اعلام شده است. ارتش اسرائیل ساعتی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دور جدید حملات موشکی از سوی ایران به سمت اسرائیل آغاز شده و از صهیونیست‌ها خواسته شده تا فوراً به پناهگاه‌ها بروند و تا اطلاع ثانوی در مناطق امن باقی بمانند. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی که اکثرشان غیر نظامی بودند اعلام شده. در اسرائیل هم منابع درمانی از مجروح شدن مجموعاً حدوداً 70 نفر طی 3 موج حملات موشکی ایران خبر داده و اعلام کردند یک زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که در حمله روز جمعه بخش روی زمین تأسیسات هسته‌ای نتنز هدف قرار گرفت و آسیب دید. او همچنین گفت که آژانس از گزارش‌ها درباره حمله به فوردو و اصفهان مطلع است. جبهه داخلی اسرائیل از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بیت المقدس، تل‌آویو، شهرک‌های کرانه باختری و صدها نقطه دیگر خبر داده. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که چندین موشک در تل‌آویو و مناطق شمالی فلسطین اشغالی فرود آمدند و صدای انفجارهای مهیب در مناطق مسکونی مرکز فلسطین اشغالی شنیده شده است. کانال 12 تلویزیون اسرائیل نیز تایید کرد که یکی از موشک‌های ایرانی به طور مستقیم به یک ساختمان در تل‌آویو اصابت کرده و خساراتی بر جای گذاشته. منابع خبری به نقل از شاهدان عینی گفتند که یکی از موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به یک موقعیت استراتژیک در مرکز فلسطین اشغالی برخورد کرده است. منابع عبری خبر دادند که گزارش‌هایی از سقوط یک موشک ایرانی در جنوب دریاچه طبریا و اصابت یک موشک دیگر به منطقه‌ای استراتژیک در جنوب تل‌آویو منتشر شده است. همزمان منابع محلی از اصابت مستقیم یک موشک به پایگاه نظامی اسرائیلی خبر دادند. سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد که در پی این حملات دست کم 4 نفر در تل‌آویو زخمی شدند. منابع خبری عبری از حادثه امنیتی بسیار خطرناک در تل‌آویو و مناطق اطراف خبر می‌دهند و مقامات اسرائیلی مردم را به ماندن در پناهگاه‌ها فراخواندند.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و حملات موشکی ایران به تل‌آویو نوشت: تشدید تنش دیگر بس است. آنتونیو گوترش بامداد شنبه در شبکه اجتماعی ایکس افزود: وقت توقف است. صلح و دیپلماسی باید پیروز شود. بامداد روز جمعه 23 خرداد 1404 در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران و تعدادی از شهرهای